لنگام کنده شد. یعنی بم طرفات بیام زنگ منگی بزدیم. زنگ زدم برفتم پیدا نشد. نمیفهم چه کارش. گپ باید که مهم بزی توجیه بده. تو تیاره چوب که بابا گپ نده که دل من میترس تو صبر نشد دل نمام فراز. به زندگی بابا ببینم. چوب کنی دیگه قال مقال نکنی. بیا تو شما نه- برو نه-
چی قال مقاله رمزون کاکا رمزون زن برر شما میگن که شما مگرم یک چرخ به ایراد بیاییم آجیل یک آجیل دو بگم چی؟ نه آجیل یک بگو آجیل دو بگو های کاکا رمزون هفت ها برد شما باشد زبون ملار باشه زبون ملار باشه خسور ما کاکا رمزون برار شما فکر کنم به خلال دو ماه 7-8 روز میشه گم شدن یک ماه شده از اون روز که به تالار بیدن نگه چوب کنی به سر شما دارم اگه دروغ و درقه باشه بس منطقه به خونی شما نامده بری بگو که باور کن بگو سر شما نگه کفن پیدا مگه دروغ بگو میگه بطنی دست دارن بلار من راست میگه نه روز جو سر تو به کفن پیدا مگه دروغ بگو زودتر بیایی که باور کنم این دیگه پای شلوغ پلوغ شده بگی ملخونی بچه کمر کردم به یک را رفتم و دیونه دیگه کمرم که بگی گم شده بگی گم زمه نمیتونم گم زمه خودی کی گب زنم خودی نه رمزون سعی کن شما اعمال مگر مرکت کنیم بیاییم آجیل یک بیا آجیل یک میگم بیا 10-15 هزار پولی هم با ما بیارین که اصلا حتما زودی پول بیارین که مال فعلا ابی پولی دیم و بخستی خورمایی نمیچله فقط شما بیاییم شما بیاییم ما برای فراد ما بلد نیم بیاییم به می جایی که متراسیب و مالتر تعمی کنم به درب خشک بیاییم به جا مترا لینی بیاییم به درب خشک بابا چوب کنین دیگه خوشی دیگه من میگم دیگه برای فراد سراب چوب کنین من نمیخوام بزی بگم یا بزی شما بیاییم به درب خشک بیاییم به می جایی یک سچر به مترا تسکیه نشینین که شمار در به در میکنن پولا شمار میستونن سه چرخا کم بود از اینجی شمار مستقیم به دری به ادرسکان میبورم بیایم اینجا به جایی که مطلعات های میگم من با کجا بیام به جایی که به تمام میدون باری که مطلع و 3 بار تعمیر کنم بگو عکس تو دست سراب داریم چوب کنین دیگه میشنه بیایم ها رای میکنین سراب همه برار فراد رای میکنین برای شما همه برار کجولی نیه همه چیزی کجی داره ها سلام به کوچی احسان جسکله کوچی احسان جسکله خوبه خدا حافظ بده که مصرف شد دیگه با کاکا بمونه که همین زنگ دلو بخیز برو دیگه برو مرا سراب آورده خود برو ننجو من او رای میکنم من بلد نیم کار میرم خوبه میرم زودتری برو بابا همه زاید مانده که ما مگر بولنزی با تو سکل الله حول ولا ای خدا یه جو کار ما سام کنم چی روزی کی بود؟ سرابا کی بود؟ چیکار بابا تو تک میکنی؟ بله سلام و علیکم السلام چیکار؟ بله چیکاره؟ بخی من از شما همه بعد ماماده از این خسیبیرات و از این برارات همه بعد ماماده از من از تو هم بیایم به دان سرا مر به پسکلگی میزنه کی؟ همه برارات و خسیبیرات همه ما برار اینجا ندارم حالا اینجا چی میگه که بیامده؟ به دل تو درد کده مر بیگه 50 تا بوکس بزن لغت بزن خوشو گفتم تو یک کار بکن تا بم سرا ما بیا بریم ما بلد نیم خاطر که رمضان میایه انا برای تایم میدون بر رمضان تا به سرا بیاره برو بابا من بیکار نیم برای از کاسه برو خاطر خوشی تو میرم نیک نمیرفت خب بیا
برار جو کوکی قوما شما خیلی مثلا چه اختارم کار غریبی میکنم وقت ما بگیرتیم میگی کوچی اصلا جرس کله اصلا همیتا نومی متابالک نشنیدم حالا برو جو کرا طور میدم تو مساق به کرا خون یه بدگه چیزی تو هم بگذار که من فامیلا خود پیدا بکن با انم زنگ بزنم بریو زنگ بزن بریم انه بخور سورا با کجایی؟ ما به تا میدون بارم آنه ما بتام امی جاسه به مالتا هایم که بتام میدون بار ما کتو نمیبینم من به سمت سایه کمی از قبله که هستم من می طرفون بس آن طور بدید ما قسمت پنجم سریال خانه کج را با هم دیدین. اگر دوست دارید برنامه‌های زنگ تفریح و بقیه برنامه‌های شبکه تلویزیون تابان را بیشتر بیننده باشید، می توانید به صفحه یوتیوب رسمی شبکه تلویزیون تابان سری بزنید، صفحه ما را سابسکرایب کنید تا که از جدیدترین ویدیوهای ما هم باخبر شوید. و یک تشکری خاصی هم داریم از شرکت تولیدی مواد غذایی پوپلافیزی، تولید کننده پوفک‌های خوشین، بابت اسپانسر برنامه زنگ تفریح. بریم و با هم در قسمت سوم برنامه دوربین مخفی است میبینیم. امیدوارم در انگام ثبت دوربین مخفی همشهریان عزیز ما ناراحت نشن. دوربین مخفی رو ببینیم و برمیگردیم. چه جو من نباشی خوبی چرا این موتور خوب بدم یک دیگه تام دم شفاخونه برم بهتون در دل شده ای برام تو دم شفاخونه دیدم از زودی میام یک دقیقه میام چیکار میشم آره میرم تایید کنم ببینید که من یک دقیقه موتور شفاخونه از سچن خاک و بیست دوانه این لالا هم شفاخونه برم یک دقیقه ها؟ زودی میشم یک دقیقه لالا دیگه به لیاز خوش شما نه میشه دیگه آزار نه بیا یک دقیقه پیشی مگر پیشون دیگه بیا آخ مثل بوده که مای بوم رو میچره لالا دیگه به لیاز خود شما بگو آزار نه بیا یک دقیقه والله بو برو
جنجال شده هم یک دقیقه زودی میاد یک دقیقه صبر کنیم یک دقیقه لالا یک دقیقه زودی میاد افکار در نریش مای بماره لالا دیگه نگاه صوفی جلیل اشتنی جانجور کجایی که معلوم نی تو جلیل نیو های من جلیل نیو جلیل نی اشتنی میگم تو نشر میدی خود چپ دادی به یک هفته میشه من دنبال تو میگردم جلیل بکوزم بابا جلیری دیگه موتور به تو دادن 10,000 بمونده حساب تو احمدی حسینو لالا فقیر احمد به کجای خور به زود صبر کو انا چرا خور به زود در میزنی لالا 5,000 حساب تو بمون دال خور به زود در میزنی یک هفته میشم برات تو میگردم جلیل نی کی تو فقیر احمد و جلیل گذاری مشان اما کتور میشناسم یک هفته پیش من خودت تو معامله کردم عزیزم چرا خور به زود در قسم نخور دیگه یعنی بیا تسکری مر بیا برین با کجا صبر کو خور چاب ندی می بجی پیش می نه من تذکره تو را کجا پیدا کنم من تذکری ما خودی من تذکره تو رو مام چه کار کنم عزیزم خودی من معامله کردی حالا با میگی چه کجا کار مجل نامه علیکم عزیزم 5,000 حساب تو بمونده بود جلیلی خور به ایور بر نزن بفهم میگم صبر کو صبر کو تو صبر کو تو صبر کو سیکو آنه بیا سیکو بیا علیکی خورمون نفته باخان من بیتو جلی رامدی میگم لالا بله لالا همی موتر شمونه بله میشه می اسنادا خو یک بار نشون دین بله این از کی استوندین شما لالا؟ این از بانگا لالا نه موتر از کی استوندین؟ موتر بانگا خریدم واسه موتر منه برارم اشتا بانگا استوندین موتر منه انا اشتا موتر تونه خود جواز سیری نداره خود صبر کن من نگاه کن لالا نگاه بکنم تو صبر کن من نگاه کنم موتر منه برارم لالا من یک دقیقه نگاه صبر کن نگاه بکنم برارم موتر من آخی تو چر سیکو تو آخی موتر من تو اسنادا بده یک بار که من لالا من خود تو بده من اسنادا تو یک نگاهی بکنم چرا خود جنجال میکنی موتر است نه دی لالا صبر کن برو جگر یک دقیقه مخفی بدگه و نه طرف تلویزیون بخشش باشه مزایم شما او اصلی نه کم کم رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. شما می توانید نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوژه های جالبی که دارید به شماره تماس هایی که همکنون در زیرنویس تلویزیون های شما قرار دارد با ما به اشتراک بگذارید. و یک تشکری خاصی هم داریم از شفاخانه بستردار حسینی بابت اسپانسر برنامه زنگ تفریح. این بود برنامه این هفته زنگ تفریح که تا برنامه بعد و دیدار بعد که من نصار احمد رسا با سایر از همکارانم در خدمت شما قرار میگیرم. شما را به خداوند یکتا و بی‌همتا میسپارم. وقت شما خوش. خداوند یار و نگهدار شما. بیا برویم از این ولایت ما و تو متر ننای نای تر ننای ننای نای تو دست مرا بگیر و من دامن تو متر ننای نای تر ننای ننای که مشی من متر ننای نای تتر ننای نای امی باجی تو هم یک رفیق دیگه هم دیشته برا گفته دیرگاه گشته با هم جا از می رفته ماما گنبار اموری یک زنگ امور همی زدی ماما گنبار سوشی کوکو گنبار بریم تو که یک فکری بکو آها کوکو گنبار فراد امی باجی تو یک فراد نه طور به خدا چوب نخندگی بیشتر نمیخندی امی باجی تو یک رفیقی هم دیش بهم طرف همو دیا ماما گنبار سی نکن کوکوشی را خود طرف محمود تو بگی امی باجی تو یک رفیقی دیش بهم طرف همو دیا به مو هم یک زنگی میزدی شاید هم با جا مو رفته باشه ماما گنبار
ماغنبر آفرین. باشو بگم کدومه. باشو بگم کدومه.